خب امروز ما اومدیم یه جایی که به نام برادفورد هست، تقریبا 1 ساعت خارج از شهر به اصطلاح فاصله داره با تورنتو. و این شهر برادفورد که رفتیم چیز خاصی نداشت، ولی به ما آدرس داده بودن که یه جایی به نام پاریس که در 16 دقیقه‌ای برادفورد هست بریم که مثل پاریس میمونه. واقعا حالا پاریس بودنش رو خیلی نمیدونم، ولی مناظرش فوق العاده زیباست. برای مثال این آبی که الان شما میبینین، ما اومدیم که کنار آب جاتون خالی، سفرمون رو پهن کردیم، یه غذای سبک خوردیم و الان در خدمتتونیم. این آبم که میبینید عالم ماهیای خوشگل ریز توش هستش که از بیرون دیده نمیشه، باید بیاین اینجا و خیلی ریزن. احتمالا الان تخم ریزی شده، برای 2-3 ماه آینده اینجا باید ماهیاش بزرگ بشه، ولی جای همگی خالی. خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی زیباست. با یه سلامی گرم، همونجور که خدمتتون گفتم ما الان در پاریس برادفورد تورنتو هستیم. یعنی تورنتو با برادفورد حدود 1 ساعت 1 ساعت و ربع فاصله داره و 16 دقیقه‌ای برادفورد این شهر قشنگ هست که به نام پاریسه. ظاهرا این شهر انقدر زیبا هستش که لقب پاریس گرفته. اصلا پاریس هم میگن، هر جا میبینی شما اسم پاریس هست. اینجا هم یه در ارتباط با جنگ گریت واره که در 1014 تو 1018 اتفاق افتاده که کانادایی‌ها زن و مرد جونش رو از دست دادن و الان یه مموری، یه یادبود از این درست کردن که به نظر من خیلی خیلی هم قشنگه. اینجا می‌گیرم که هر کس که دوست داشته باشه بتونه راحت بخونه. سال پیشه چیزی که نوشته بودن زیر. ولی این آدمایی بودن که در این سال برای جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم بودن. خب ما از اینجا شروع کردیم شهر پاریس برادفورد رو. اینجا دانتانش هست. حالا میریم یه گشتی بزنیم توی شهر ببینیم که چه خبره توی این شهر زیبا که اسمش هم پاریس هست. خب ظاهرا توی این شهر پر از مغازه‌های کوچیک کوچیک و قدیمی و به قول ما ایرانی‌ها سنتیه که خدا میدونه قدمتاشون چقدر هست. یکی یکی بریم نشون بدیم. این لوازم به اصطلاح وسایل رو میفروشن. اینجا هم هیر سالونشونه، آرایشگاه است. ببین چقدر قدیمیه، خیلی قشنگه. اینجا هم ظاهرا هتل شهره. ببینید ساختمانش چقدر کاملا متفاوت با هتل‌های دیگه محله‌های دنیاست. خیلی قشنگه.
خب این شهر انقدر کوچیکه که به نظر من فقط یه دونه چهارراه داره. این هتل، این چرچشونه، این دانتان شهرشونه و به همین کوچیکیه. حالا داریم از این مسیرم بریم، امیدوارم که چیزی داشته باشه که بتونم بهتون نشون بدم. اینم چرچی کلیسایی هستش که واقعا زیباست، از دیدنی های این شهر کوچیکه. خیلی قشنگه که لابزاده نمیشه سرف آده، خیلی قشنگه. زیباست. من واقعا اینم جایی ندیدم، این نو به صلاح گل من ندیدم جای دیگه، واقعا زیباست. اینجا هم یه ساختمون همه میگم قدیمی هستن. اینجا هم یه دونه به اصطلاح سالن یا جایی که تئاتر رو برگزار میکنن. یه چیزی
بعد اینجا جای کانسرت هاشون رو برگزار میکنن، محل دوره هم جمع شدن هاشون. ساختمون هم بسیار بسیار قدیم، تمام ساختمون های شهر بسیار قدیم هست. من نمیدونم اسم این گل چیه، نمیدونم از نژاد چیه، ولی واقعا از نزدیکشون ببین می‌کنه با آدم میخندم. شهرهای کوچیک و ویژگی‌های خاص خودش، همه همدیگر رو میشناسن، ما کاملا غریبه هستیم، به ما نگاه میکنن که شما اینجا چه کار کنید، تازه با اونم صحبت میکنن که تو کی هستی اینجا. خب در همینجا ویدیو امروز ما به پایان میرسه. آخرین روز دیگه، تا اونجا که تونستیم دور بر گشتیم. با تو خداحافظی میکنم. امیدوارم که این مورد پسند قرار گرفته باشه و امیدوارم که اگر که فرصت گیر بیاد
بیایید این شهر قشنگ رو ببینیم که واقعا قشنگه. تا ویدیوی بعدی از تو خداحافظی میکنم و در ضمن قبل از که من خداحافظی بکنم میگم اینجا یه بستنی فروشی خیلی خوب هستش که ظاهرا تنها بستنی فروشیشون هم هست. بعد از این ویدیو بریم بستنی هم بخوریم خسته من در بکنیم. امیدوارم که هر جا که هستید خوش و سالم باشید.